سلام دوستان، وقتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. با اصطلاحات مهم و کلمات مهم در سفر به ترکیه در خدمتتون هستم. امیدوارم این کلمات براتون مفید باشن. قبل هر چیزی حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما پیج رو سابسکرایب کنید که در ادامه با کلی جملات و گرامرهای مفید در خدمتتون خواهیم بود. خب بریم سراغ اصطلاحات و کلمات مفیدی که میخوایم این جلسه یاد بگیریم. هوا لیمانه. هوا لیمانه به معنی فرودگاه هستش. حالا havaalanı هم میگن، هر دو رو میگن. جاده. جاده به معنی خیابان، معنی خیابان میده. اتوبوس به معنی اتوبوس. یولجو به معنی مسافر، معنی مسافر میده. خب مورد بعدی بیلت. بیلت گیشسی، این باطه بلیت فروشی. مورد بعدی مرحبا. مرحبا سلام. حالا مرحبا میگن، سلام معنی سلام میده. حالا سلام هم میگن که غیر رسمیه خیلی. سلام یعنی همون سلام. ناسلسن هم به معنی چطوری. ناسلسن چطوری. خب بریم صفحه بعدی. مرکز خرید کجاست؟ آلشوریش مرکزی نرده. مرکز خرید کجاست؟ آلشوریش به معنی خرید، مرکز به معنی مرکز. آلشوریش مرکزی به معنی مرکز خرید. نرده یعنی در کجا هست یا معنی کجاست میده. خب مورد بعدی اتزانه یعنی داروخانه. نرده کجاست؟ اتزانه نرده داروخانه کجاست. مورد بعدی ساعت کاتسا açıyorsunuz. ساعت چند باز میکنید؟ ساعت کاتستا açıyorsunuz. ساعت چند باز میکنید؟ نگاه کن، برای اینکه بدونی بخوای بری یک جایی، حالا جایش رو نمیدونی کجا است، آدرس بپرسی، مرکزی که میخوای بری اونجا رو اول میگی، بعد آخرش نرده میذاری، یعنی در کجا هست. به طور مثال نگاه کن، میخوام بگم هتل کجاست. هتل نرده، هتل کجاست. بریم صفحه بعدی. خب صفحه بعدی نگاه کن. وارم. وارم. نگاه کن، رفتم یه فروشگاهی، اصلا رفتم میوه فروشی. به طور مثال میخوام موز بخرم، میگم موز وارم، موز هست. میخوام کیوی بخرم، میگم کیوی وارم، کیوی هست. پس برای پرسیدن چیزی که هست میخوام بخرم، حالا از این جمله سازی استفاده میکنم. به طور مثال میگم کارپوز وارم، هندونه هست. پس هر جایی رفتی برای خرید کردن، اینکه میخوای یه چیزی رو بخری، اسمش رو ابتدا میگی، بعد آخرش وارم میذاری، یعنی هست. خب برای اینکه حالا قیمت بپرسیم میگیم بو نکادار، این چقدر میشه؟ بو نکادار، این چقدر میشه؟ به طور مثال. مورد بعدی بو کاتس لیرا، اینم دومی روش برای حالا سوال کردن در رابطه با قیمته. بو کاتس لیرا، این چند لیره، این چند لیر میشه. پس این دوتا روش برای پرسیدن قیمت در ترکیه مورد استفاده قرار میگیره. خب صفحه بعدیمون گفته حالا تشکر میکنم. برای تشکر کردن از کسی میگیم تشکر ederim. تشکر ederim، تشکر میکنم. خب نگاه کن، برای اینکه بتونم ساعتی هم بپرسم، به طور مثال میخوام ساعت بپرسم، حالا ساعت نیازمه، میگم ساعت کات. فقط میگم ساعت کات، یعنی ساعت چنده. نگاه کن، اگه بخوام خیلی محترمانه و حالا با ادب‌تر بپرسم، ابتدا میگم پاردون، ببخشید، ساعت کات، ساعت چنده. پاردون ساعت کات، ساعت چنده. خب یا حالا میتونم بگم پاردون saatinizi sorabilir miyim؟ این خیلی حالا کم پیشرفته تره. میتونید همین ساعت کات رو، یعنی ساعت چنده رو مورد استفاده قرار بدید. خب مورد بعدی، حالا ساعت هم هرچی باشه بهتون میگن. خب مورد بعدی معذرت خواهی، در مواقع معذرت خواهی. خب مورد بعدی مواقعی هست که میخوام از یکی معذرت خواهی کنم، میگم özür 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 diliyorum، معذرت میخوام. özür diliyorum، معذرت میخوام. من یه بار دیگه از روی اینها براتون تلفظ کنم. تشکر ederim، saat kaç، özür diliyorum. حتما این اصطلاحات رو یاد بگیرید، حتمی یادشون بگیرید. هر سوالی داشتید من در خدمتم.
لایک و سابسکرایب یادتون نره، پیجمون رو سابسکرایب کنید حتما. ممنون که هستین.